سلام به همه دوستان، به کانال یوتیوب آموزش گام به گام ریاضی با سیامک خوش اومدید. امروز میخوام با حل کردن 10 مسئله پایه و اساسی تو مثلثات اصول اولیه علم زیبایی ریاضی رو به شما آموزش بدم. این ویدیو مناسب کساییه که تازه آموزش مثلثات رو شروع کردن. ما برای مباحث پیشرفته مثلثات هم ویدیوهایی رو خواهیم داشت. پیشنهاد میکنم در ابتدای هر مسئله ویدیو رو پاوز کنید، چند لحظه ای رو برای فکر کردن به مسئله و سعی در حل کردنش صرف کنید و بعد با تماشای ویدیو جواب خودتون رو با راه حل من مقایسه کنید. بیایید با هم مهارت‌های مثلثات خودمون رو بهبود ببخشیم. بریم سراغ مسئله اول. مسئله شماره 1 از ما خواسته که علامت سینوس، کوسینوس و تانژانت رو در هر کدوم از نواحی مثلثاتی، هر کدوم از ربع‌های مثلثاتی تعیین بکنیم. میدونیم که دایره مثلثاتی یا دایره واحد مثلثاتی به 4 ناحیه تقسیم میشه یا به 4 ربع تقسیم میشه: ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه سوم و ناحیه چهارم. این که ما بدونیم علامت سینوس و کوسینوس و به تبع اونها تانژانت و کوتانژانت تو هر کدوم از این نواحی چی هستن خیلی اهمیت داره توی حل مسئله های مثلثات. سینوس روی محور y روی محور y قرار داره و کوسینوس هم روی محور x قرار داره. بنابراین تو ناحیه اول که داریم میبینیم x مثبته و y هم مثبت، هم سینوس ما مثبته و هم کوسینوس مثبته و چون تانژانت هست سینوس تقسیم بر کوسینوس، پس تانژانت هم مثبت خواهد بود. توی ناحیه دوم ما میدونیم که y مثبته ولی x منفیه، بنابراین سینوس ما میشه مثبت اما کوسینوس ما که رو محور x هاست میشه منفی و در نتیجه تانژانت هم منفی میشه. منفی تقسیم بر مثبت تقسیم بر منفی خواهد شد منفی. توی ناحیه سوم میبینیم که هم x ما رو محورش منفیه هم y ما منفیه، بنابراین هر دو سینوس و کوسینوس هر دوشون کوچکتر از صفر هستن، منفی هستن. بنابراین سینوس ما منفیه، کوسینوس ما منفیه، دو تا منفی رو تقسیم بر هم بکنیم میشه مثبت. بنابراین تانژانت ما تو ناحیه سوم مثلثاتی یا توی ربع سوم مثلثاتی مثبت هست. تو ناحیه چهارم یا ربع چهارم میبینیم که x ما مثبته و y ما منفی. x همون کوسینوسه، y همون سینوسه، اینجوری باید فرض کنیم. بنابراین سینوس که رو محور y هاست منفیه، کوچکتر از صفره. کوسینوس که رو محور x هاست بزرگتر از صفره. منفی تقسیم بر مثبت میشه منفی، پس تانژانت هم خواهد بود منفی. پس 4 تا ناحیه ما به این ترتیب میتونیم علامت سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت رو تعیین کنیم. کوتانژانت هم علامتش دقیقاً مثل تانژانته، چون از تقسیم کوسینوس بر سینوس به دست میاد، همون علامت تانژانت رو توی هر 4 تا ناحیه خواهد داشت. مسئله شماره 2. مسئله میگه که اگر سینوس تتا مساوی 4/5 باشه، مقادیر کوسینوس تتا و تانژانت تتا رو به دست بیارید. تتا هم تو ناحیه اوله، یعنی بین 0 تا 90 درجه است. ما سینوس رو داریم، باید کوسینوس رو به دست بیاریم. از اتحاد مثلثاتی استفاده میکنیم. چون تتا گفته بین 0 تا 90 درجه است، پس تتا اینجا خواهد بود. اتحاد مثلثاتی داریم که میگه سینوس 2 تتا به اضافه کوسینوس تتا مساوی است با 1. ما سینوس تتا رو داریم، پس به جای سینوس تتا می نویسم 4/5، پس میشه 4/5 به توان 2 به اضافه کوسینوس 2 تتا مساوی است با 1. 4/5 به توان 2 میشه 16/25. 16/25 به اضافه کوسینوس 2 تتا مساوی است با 1. 16/25 میبرم طرف دوم معادله، پس کوسینوس 2 تتا خواهد بود 1/16/25. مخرج مشترک که بگیرم کوسینوس 2 تتا خواهد شد مساوی 25/16 تقسیم بر 25. 25/16 هم هست 9، پس کوسینوس 2 تتا مساوی است با 9/25. از طرفین جذر بگیرم، جذر ریشی دوم بگیرم، کوسینوس تتا خواهد شد مثبت و منفی 3/5. جذر 9 میشه 3، جذر 25 میشه 5. اما تتا بین 0 تا 90، یعنی تو ناحیه اوله. از مسئله 1 یاد گرفتیم که تو ناحیه اول
هم کوسینوس تتا مثبته و هم سینوس تتا، چون سینوس تتا روی محور وای اینجا مثبته، کوسینوس تتا روی محور ایکس اینجا مثبته. بنابراین جواب منفی، جوابمون فقط مثبت خواهد بود. پس کوسینوس تتا مساوی است با مثبت 3/5. اما تانژانت تتا رو باید به دست بیاریم. میدونیم که تانژانت تتا مساوی است با سینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا. سینوس تتامون هست 4/5، کوسینوس تتا هست 3/5. 4/5 تقسیم بر 3/5، 5 ها با هم ساده میشن و نتیجتاً میشه 4/3. پس تانژانت تتا هم میشه 4/3. مسئله سوم گفته اگر سینوس تتا مساوی 4/5 باشه، مقادیر کوسینوس تتا و تانژانت تتا رو به دست بیارید اگر تتا یک زاویه باشه بین 0 تا 360 درجه. چون گفته تتا بین 0 تا 360 درجه است و سینوس تتا هم مثبت 4/5، ما میدونیم که سینوس تتا تو ناحیه اول مثلثاتی، ربع اول مثلثاتی و ناحیه دوم مثلثاتی مثبته. بنابراین تتا هم میتونه توی ناحیه اول مثلثاتی مثبت باشه، هم تو ناحیه دوم. توی ناحیه اول کوسینوس تتا مثبته چون روی محور ایکس ها قرار داره و کوسینوس تتا توی ناحیه دوم یا توی ربع دوم منفیه. بنابراین ما هر دو جواب مثبت و منفی برای کوسینوس تتا معتبره، قابل قبوله. برای اینکه کوسینوس تتا رو به دست بیاریم از اتحاد مثلثاتی سینوس 2 تتا به اضافه کوسینوس 2 تتا مساوی 1 استفاده می‌کنیم. به جای سینوس تتا می‌نویسیم 4/5، پس میشه 4/5 به توان 2 به اضافه کوسینوس 2 تتا مساوی 1. 4/5 به توان 2 میشه 16/25 به اضافه کوسینوس 2 تتا مساوی 1. 16/25 رو میبرم طرف دوم معادله، بنابراین کوسینوس 2 تتا خواهد شد 1/16/25. مخرج مشترک 25 که بگیرم کوسینوس 2 تتا خواهد بود 25/16 به روی 25. 25/16 میدونیم میشه 9. پس کوسینوس 2 تتا خواهد بود 9/25. اگر از طرفین جذر دوم ریشه دوم بگیرم خواهم داشت کوسینوس تتا مساوی مثبت و منفی 3/5. همجور که گفتم چون تتا رو گفته بین 0 تا 360 درجه، بنابراین تو هر دو ناحیه اول و دوم مثلثاتی جواب ما قابل قبوله. بنابراین هر دو مثبت و منفی 3/5 میتونن کوسینوس تتا باشن. برای محاسبه تانژانت تتا میدونیم که فرمول هست تانژانت تتا مساوی سینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا. سینوس تتامون هست 4/5، کوسینوس تتامون هست مثبت منفی 3/5. این 5 با این 5 ساده میشه و جواب خواهد شد تانژانت تتا مساوی مثبت و منفی 4/3. مسئله شماره 4 گفته ثابت کنید که سینوس 90 درجه منهای تتا مساوی است با کوسینوس تتا و کوسینوس 90 منهای تتا مساوی است با سینوس تتا. ما میدونیم که تو دایره مثلثاتی چون محور x و محور y بر هم عمود هستن، بنابراین اگر این زاویه تتا باشه این زاویه میشه متممش یا همون 90 منهای تتا. بنابراین این زاویه‌مون هست 90 منهای تتا. طبق تعریف توی یک مثلث قائم الزاویه برای به دست آوردن سینوس زاویه ضلع روبروش رو بر وترش تقسیم میکنیم. توی این مثلث قائم الزاویه ضلع روبرو به زاویه 90 درجه منهای تتا هست کوسینوس تتا و وتر این مثلث قائم الزاویه هم هست 1، چون شعاع دایره مثلثاتی دایره واحد مثلثاتیمون هست 1. بنابراین سینوس 90 درجه منهای تتا میشه ضلع روبرو که توی این مورد هست کوسینوس تتا تقسیم بر وتر که توی این مورد هست 1. بنابراین ثابت کردیم که سینوس 90 درجه منهای تتا مساوی است با کوسینوس تتا. دقیقاً همین کار رو برای کوسینوس تتا هم انجام میدیم. ما طبق تعریف کوسینوس میدونیم که کوسینوس یک زاویه توی یک مثلث قائم الزاویه برابر است با ضلع مجاور به وتر. ضلع مجاور این پاره خط اینجاست. این ضلع مجاور مساوی است با سینوس تتا. بنابراین میشه سینوس تتا تقسیم بر وتر که باز هست 1 واحد. بنابراین کوسینوس 90 درجه منهای تتا هم ثابت کردیم که میشه
مساوی سینوس تتا. از این دو تا رابطه ما توی حل مسئله های بعدی استفاده خواهیم کرد. مسئله شماره 5 گفته ثابت کنید که سینوس 180 به اضافه تتا مساوی است با منهای سینوس تتا و کوسینوس 180 به اضافه تتا مساوی است با منهای کوسینوس تتا. توی دایره مثلثی زاویه 180 به اضافه تتا میفته توی ناحیه سوم یا توی ربع سوم. این میشه 180 به اضافه تتا اگر این تتا باشه. این دو تا خط همدیگر رو قطع کردن، محور X و این خط نارنجی. بنابراین این زاویه و این زاویه رو بهشون میگیم زوایای متقابل به رأس و این دو تا زاویه با هم برابرن. پس اگه اینجا تتاست، اینجا هم خواهد بود تتا. اگر این خط‌ها رو بکشیم میدونیم که سینوس این زاویه توی این مثلث قائم الزاویه مساوی است با این ضلع روبرو تقسیم بر وتر. ضلع روبرو مساوی است با همین پاره خط. این پاره خط با این پاره خط مساویه، منتها در جهت قرینه، در جهت منفی. بنابراین سینوس زاویه تتا میشه این خط میشه منهای این خط، منهای سینوس تتا. پس سینوس زاویه تتا میشه سینوس زاویه 180 به اضافه تتا میشه منهای سینوس تتا. همینطور برای کوسینوس این زاویه رو بخوایم اندازه بگیریم میشه ضلع مجاور که میشه اینجا تقسیم بر وتر. ضلع مجاور اینجا این پاره خط مساوی است با منهای این پاره خط، یعنی اینجا چون کوسینوس تتا است این هم میشه منهای کوسینوس تتا. پس میتونیم نتیجه بگیریم که سینوس 180 به اضافه تتا میشه منهای سینوس تتا و کوسینوس 180 به اضافه تتا میشه منهای کوسینوس تتا. مسئله شماره 6 اگر سینوس 53 درجه مساوی m باشه، مقادیر کوسینوس 53 درجه، سینوس 37 درجه و تانژانت 233 درجه رو بر حسب m پیدا بکنید. ما از اتحادهای مثلثاتی و همینطور روابط بین سینوس و کوسینوس و تانژانت توی دایره مثلثاتی استفاده میکنیم برای حل این مسئله. برای کوسینوس 53 درجه از این اتحاد مثلثاتی استفاده میکنیم که میگه سینوس 2 تتا به اضافه کوسینوس 2 تتا مساوی است با 1. به جای سینوس تتا سینوس 53 درجه رو میذارم یا همون m رو. بنابراین میشه m به توان 2 به اضافه کوسینوس 2 53 درجه مساوی است با 1. m به توان 2 رو میبرم طرف دیگه معادله. بنابراین خواهم داشت کوسینوس 2 53 درجه مساوی است با 1 منهای m به توان 2. از طرفین جذر ریشه دوم میگیرم. بنابراین خواهم داشت کوسینوس 53 درجه مساوی است با مثبت و منفی رادیکال 1 منهای m به توان 2. اما 53 درجه توی ناحیه یا ربع اول مثلثات قرار داره و توی ناحیه اول مثلثاتی میدونیم هر دوی سینوس و کوسینوس مثبت هستن. بنابراین جواب منفی جواب ما نیست و کوسینوس 53 درجه میشه رادیکال 1 منهای m به توان 2. برای پیدا کردن سینوس 37 درجه ما از مسئله شماره 4 یاد گرفتیم که سینوس 90 درجه منهای تتا مساوی است با کوسینوس تتا و داریم میبینیم که 37 درجه و 53 درجه زوایای متمم هستن، یعنی 53 به اضافه 37 میشه 90. بنابراین من میتونم بنویسم سینوس 53 درجه سینوس 37 درجه مساوی است با سینوس 90 منهای 53. اما طبق این رابطه سینوس 90 درجه منهای 53 درجه میشه مساوی کوسینوس 53 درجه. کوسینوس 53 درجه رو هم محاسبه کردیم، رادیکال 1 منهای m2. بنابراین سینوس 37 درجه هم خواهد شد رادیکال 1 منهای m به توان 2. برای محاسبه تانژانت 233 درجه اول ببینیم که 233 درجه چه زاویه‌ایه. کمی دقت کنیم می‌بینیم که 180 به اضافه 53 میشه 233 درجه و میدونیم که تانژانت هر زاویه مساوی است با سینوس اون زاویه تقسیم بر کوسینوس اون زاویه. به جای سینوس 233 درجه
می نویسم سینوس 180 به اضافه 53. گفتیم که 233 میشه 180 به اضافه 53. به جای کوسینوس 233 می نویسم کوسینوس 180 به اضافه 53. از مسئله شماره 5 ما یاد گرفتیم که سینوس 180 به اضافه تتا میشه منفی سینوس تتا و کوسینوس 180 به اضافه تتا میشه منفی کوسینوس تتا. بنابراین به جای سینوس 180 درجه به اضافه 53 میتونم بنویسم منهای سینوس 53. به جای کوسینوس 180 به اضافه 53 میتونم بنویسم منهای کوسینوس 53. سینوس 53 هست m، کوسینوس 53 هست رادیکال 1 منهای m2. این منفی با این منفی ساده میشه. پس خواهیم داشت تانژانت 233 درجه مساوی است با m تقسیم بر رادیکال 1 منهای m به توان 2. مسئله شماره 7 از ما خواسته که ثابت کنیم سینوس 180 درجه منهای تتا مساوی است با سینوس تتا و کوسینوس 180 درجه منهای تتا مساوی است با منفی کوسینوس تتا. توی دایره مثلثاتی اگر ما این زاویه رو تتا بدونیم و این زاویه رو 180 منهای تتا، چون این یک خط صاف هست بنابراین این زاویه‌ای که اینجا هست برابر خواهد بود با تتا، چون این میشه 180 درجه منهای تتا و اینجا میشه خود تتا. اما برای به دست آوردن سینوس 180 درجه منهای تتا ما میدونیم که خطی رو از مرکز دایره با این زاویه رسم میکنیم. از جایی که دایره مثلثی رو قطع میکنه یک خط عمود میکنیم به محور x و این میشه برابر با سینوس این زاویه، سینوس 180 درجه منهای تتا. اما این خط مساوی است با این خط و همون سینوس تتاست. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که سینوس 180 درجه منهای تتا مساوی است با سینوس تتا. برای کوسینوس ما از محل تقاطع این خط این زاویه با دایره مثلثاتی یک خط رو عمود میکنیم بر محور y، یعنی این خط رو. این پاره خط دقیقاً برابر است با این پاره خط منتها در خلاف جهت، یعنی منفی. بنابراین کوسینوس این زاویه کوسینوس 180 درجه منهای تتا میشه منهای کوسینوس تتا. همین این ترتیب ثابت میشه که سینوس 180 درجه منهای تتا میشه سینوس تتا و کوسینوس 180 درجه منهای تتا میشه منهای کوسینوس تتا. مسئله شماره 8 گفته که ثابت کنید سینوس 360 درجه منهای تتا میشه مساوی سینوس منهای تتا، اونم مساوی منهای سینوس تتا و کوسینوس 360 درجه منهای تتا مساوی است با خود کوسینوس تتا. این میشه زاویه 360 درجه منهای تتا و چون کل دایره مثلثاتی از 360 درجه بنابراین این زاویه اینجا هم خواهد شد برابر تتا یا همون منهای تتا. اگه در خلاف جهت مثلثاتی پیش بریم این میشه منهای تتا. برای به دست آوردن سینوس این زاویه از محل تقاطع خط زاویه با دایره مثلثاتی یک خط رو عمود میکنیم به محور x. میبینیم که این خط دقیقا مساوی این خطی که اینجاست منتها در خلاف جهت و قرینه اون. بنابراین سینوس زاویه 360 درجه منهای تتا خواهد شد منهای سینوس تتا. و برای به دست آوردن کوسینوس دوباره از همون نقطه یک خط رو عمود میکنیم بر محور y. پس این خط مساوی است با کوسینوس 360 درجه منهای تتا که این هم مساویه با خود کوسینوس تتا. پس سینوس 360 درجه منهای تتا میشه منهای سینوس تتا، کوسینوس 360 درجه منهای تتا هم میشه خود کوسینوس تتا. مسئله شماره 9 اگر کوسینوس 53 درجه مساوی m باشه از ما خواسته که مقادیر کوسینوس 127 درجه، سینوس 127 درجه، سینوس 53 درجه و تانژانت 307 درجه رو حساب کنیم. برای به دست آوردن کوسینوس 127 درجه ما میتونیم به جای 127 درجه بنویسیم 180 منهای 53 چون کوسینوس 53 رو داریم. توی سوال شماره 7 هم مسئله شماره 7 هم ما ثابت کردیم که
کوسینوس 180 درجه منهای تتا میشه منفی کوسینوس تتا. بنابراین کوسینوس 180 درجه منهای 53 درجه مساوی میشه با منفی کوسینوس 53 درجه. کوسینوس 53 درجه رو هم از روی صورت مسئله داریم که m هست. بنابراین کوسینوس 127 درجه خواهد شد منفی m. برای به دست آوردن سینوس 127 درجه از این اتحاد مثلثاتی استفاده میکنیم که میگه سینوس 2 تتا به اضافه کوسینوس 2 تتا ازوکال مساوی 1. پس میتونیم نتیجه بگیریم که سینوس 2 127 درجه به اضافه کوسینوس 2 127 درجه مساوی است با 1. به جای کوسینوس 127 درجه می نویسم منهای m، پس میشه سینوس 2 127 درجه به اضافه منهای m به توان 2 مساوی است با 1. منهای m به توان 2 میشه m به توان 2 یا m2. پس سینوس 2 127 درجه به اضافه m2 مساوی است با 1. m2 رو میبرم به طرف دیگه معادله. پس سینوس 2 127 درجه میشه 1 منهای m2. از طرف این جذر بگیرم خواهم داشت سینوس 127 درجه مساوی مثبت یا منفی رادیکال 1 منهای m2. ولی سینوس 127 درجه تو ناحیه دوم یا توی ربع دوم مثلثاتیه و اونجا سینوس ما چون روی محور y هاست مثبته. بنابراین سینوس 127 درجه خواهد شد مثبت رادیکال 1 منهای m به توان 2. برای به دست آوردن سینوس 53 درجه ما از همین رابطه ای که باز عین همین قبلی توی مسئله شماره 7 ما ثابت کردیم از این استفاده میکنیم. سینوس 180 درجه منهای تتا مساوی است با سینوس تتا. بنابراین اگر به جای تتا من 53 رو بذارم 180 منهای 53 میشه 127. پس سینوس 127 درجه مساوی است با سینوس 53 درجه. پس برای سینوس 53 همین مقدار خواهد بود. سینوس 53 درجه خواهد بود رادیکال 1 منهای m به توان 2. برای محاسبه تانژانت میدونیم که تانژانت مساوی است با سینوس تقسیم بر کوسینوس. بنابراین تانژانت 307 درجه مساوی است با سینوس 307 درجه تقسیم بر کوسینوس 307 درجه. 307 میشه 360 منهای 53. پس اینو میتونم بنویسم سینوس 360 منهای 53 تقسیم بر کوسینوس 360 منهای 53. توی این مسئله قبلی توی مسئله شماره 8 ما ثابت کردیم که سینوس 360 منهای تتا میشه منهای سینوس تتا و کوسینوس 360 منهای تتا میشه خود کوسینوس تتا. بنابراین به جای سینوس 360 درجه منهای 53 می نویسم منهای سینوس 53. به جای کوسینوس 360 درجه منهای 53 می نویسم کوسینوس 53. سینوس 53 رو به دست آوردیم رادیکال 1 منهای m2. کوسینوس 53 هم طبق صورت مسئله هست m. بنابراین این میشه منهای رادیکال 1 منهای m2 تقسیم بر m. پس تانژانت 307 درجه میشه منفی m بر روی رادیکال 1 منهای m به توان 2. مسئله شماره 10 میگه که این معادله مثلثاتی رو حل بکنید. کوسینوس x ضرب در 2 تا کوسینوس x منهای 9 مساوی 5. x هم بین 0 تا 180 درجه است، یعنی یا تو ناحیه اول مثلثاتی یا توی ناحیه دوم. اول کوسینوس x رو در داخل پرانتز ضرب میکنم، پس میشه 2 تا کوسینوس 2x منهای 9 تا کوسینوس x منهای 5 مساوی 0. از این طریق متغیر استفاده میکنم. یو رو قرار میدم کوسینوس x. پس اینجا به جای کوسینوس x میتونم بنویسم یو. خواهم داشت 2 یو به توان 2 منهای 9 یو منهای 5 مساوی 0. این یه معادله درجه دومه و ما میدونیم که معادله درجه دوم ax رو به اضافه bx به اضافه c مساوی 0 رو با استفاده از فرمول دلتا میتونیم اینجوری حل کنیم. x مساوی منهای b مثبت و منفی رادیکال b 2 منهای 4ac بر روی 2a. توی معادله ما a هست 2 b هست منهای 9 و c هم هست منهای 5. بنابراین u خواهد بود منهای b که هست منهای 9 منهای 9 مثبت منفی رادیکال منهای 9 به توان 2 منهای 4 ضرب در a که هست 2 ضرب در c که هست منهای 5 بر روی 2a که a هست 2. پس این برابر میشه با منهای 9 میشه 9 منهای 9 به توان 2 میشه 81 منهای 4 ضرب در 2 میشه منهای 8 ضرب در منهای 5 میشه مثبت 40.
81 به اضافه 40 میشه 121. پس میشه 9 مثبت منفی رادیکال 121 چهارم و رادیکال 121 میدونیم که میشه 11. پس این میشه 9 مثبت و منفی 11 چهارم. بنابراین یو دو تا جواب براش داریم، یا یو هست 9 به اضافه 11 چهارم یا یو هست 9 منهای 11 چهارم. 9 به اضافه 11 میشه 20. پس این مساوی میشه با 20 تقسیم بر 4 که اون هم هست مساوی است با 5. یو مساوی 5 یعنی کوسینوس ایکس مساوی 5. ولی ما میدونیم که کوسینوس ایکس یک عددی هست بین منفی 1 و 1، نمیتونه 5 باشه. 5 از 1 بزرگتره. بنابراین این جواب قابل قبولی برای ما نیست. جواب بعدی هست یو مساوی است با 9 منهای 11 چهارم. 9 منهای 11 میشه منهای 2 تقسیم بر 4. منهای 2 تقسیم بر 4 هم میشه منهای 1 دوم. پس کوسینوس ایکس یو هست کوسینوس ایکس. کوسینوس ایکس مساوی است با منهای 1 دوم. ما میدونیم کوسینوس 60 درجه هست 1 دوم. بنابراین میتونیم بنویسیم کوسینوس ایکس مساوی است با منهای کوسینوس 60 درجه. اما ما قبلا ثابت کردیم که کوسینوس 180 درجه منهای تتا مساوی است با منهای کوسینوس تتا. بنابراین منهای کوسینوس 60 درجه رو من میتونم بنویسم مثبت کوسینوس 180 درجه منهای 60. 180 منهای 60 هم میشه 120. کوسینوس x مساوی کوسینوس 120 یعنی اینکه x مساوی است با 120 درجه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. سپاسگزار میشم اگر ویدیو رو لایک کنید و اونو به دوستانتون هم معرفی کنید و باشون به اشتراک بگذارید. همینطور کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه نوتیفیکیشن رو بزنید روی آل که ویدیوهای جدیدی رو که ما منتشر میکنیم همون موقع ازشون مطلع بشید. تا ویدیوی دیگر بدرود.